بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله المولانا العظیم. تلف کردیم عمر خود، الهی درگذار از ما. گناهی ما گذشت از حد، الهی درگذار از ما. پی نفس و هوا رفتیم، نه در راه خدا رفتیم. غلط کردیم کجا رفتیم، الهی درگذار از ما. به حق آنکه معبودی، محمد را تو بستودی. به هر کاری که خوشنودی، الهی درگذار از ما. به حق سوره فرقان، به یاسین و به الرحمن، به یک آیت قرآن، الهی درگذار از ما. به حق حضرت آدم، که هست باب بنی آدم. خلاصیدی مرا از غم، الهی درگذار از ما. به موسی و به طوری او، به داوود و زبوری او، به ایوب و صبوری او، الهی درگذار از ما. به ابراهیم و مهمانش، به اسماعیل و قربانش، به عیسی و به یارانش، الهی درگذار از ما. طفیل سید عالم، که هست فخر بنی آدم. نجاتی دی مرا از غم، الهی درگذار از ما. به صدیقان آگاهت، به نزدیکان درگاهت، به پیران سحرگاهت، الهی درگذار از ما. نظامی گر گنهکاری، مشو نومید از باری. همی کن روز و شب زاری، الهی درگذار از ما.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والمرسلين. و بعد الصلاة والسلام بر ساحات مقدس نبی والا مقام علیه الصلاة والسلام، خدمت رهروانان عالی جناب و شما نمازگزاران محترم و معزز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. روزی از روزها رسول اکرم علیه الصلاة والسلام برای سیدنا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که از رسول خدا علیه الصلاة والسلام شنیدم که یقول میفرمودند: ارأیتم ان نهرا بباب احدکم، اگر نهری و جوی آبی در دروازه خانه یکی از شما باشد، یغتسل منه کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنه شیء، و ای هر روز 5 مرتبه در این نهر که در خانه اوست غسل کنه و خود را شستشو بدهد و بشوید، آیا چیزی از کثافات و چرک و اینها به جان او خواهد ماند؟ قالوا، کسانی که حاضر بودند فرمودند و گفتند که لا یبقى من درنه شیء، هرگز چیزی نمیمانه، باقی نمیمانه، هیچ چیز بدی و چرکی بر او باقی نخواهد ماند. قال، رسول الله فرمودند: فذلک مثل الصلوات الخمس، این چنین است نمازهای 5گانه، یمحو الله بهن الخطایا، که با آن محو می کند و نابود می کند خداوند خطاها و بدیها و سیایی هایی که بر اثر گناه باطن و قلب و ایمان انسان را پوشانیده. نمازهای 5 وقت این چنین آدم را پاک میکنه، مثل که کسی که تنشویی بکنه در نهری که دم خانه او باشه 5 وقت خود را بشویه، این چنین انسان پاک میشه. صحبت امروز و این جمعه مبارکه در ارتباط به نماز هست. نمازی که معراج مؤمن گفته شده، نمازی که تحفه ارزشمند قادر مطلق و حی توانا در شب معراج بر رهبر بشریت حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که روح فدا این تحفه ارزشمند را دادند و به توسط ایشان علیه السلام بر ما این افتخار و شرف نصیب شد که از این تحفه و هدیه بهره‌مند و برخوردار شویم. امر بسیار مهم، کار بسیار مهم، عبادت بسیار ارزشمند. پی میگیریم قدم به قدم در ارتباط به فضایل و برکات و اهمیت و جایگاه نماز و کسانی که تارک نمازند و کسانی که سهلنگار در نمازند. یکایک این موضوعات را انشاءالله که با همدیگر پیگیری میکنیم و میشنویم که این نمازی که روزانه 5 وقت بر ما فرض شده که باید بخوانیم، کسانی که میخوانند چی برکات نصیبشان میشود و چی امر مهم را انجام میدهند، و کسانی که نمیخوانند از چی برکات محرومند و چی عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود. مسئله اول درباره ترک نماز، کسانی که تارک الصلاتند و نماز را ترک میکنند و نسبت به نماز سهلنگارند و نماز را یک امر کوچک میپندارند، نماز را یک کار خرد و کمی میشمارند
نسبت به نماز بی‌پروایند. در سوره مبارکه ماعون الله تبارک و تعالی می فرمایند فویل للمصلین، وای بر نمازخوانها، وای بر نمازگزاران. الذین، کدام نمازگزاران؟ همه نمازگزاران؟ نخیر. الذین، آنان که هم عن صلاتهم ساهون، آن نمازگزارانی که نسبت به نماز خود سست و کاهلند، گاه میخوانند گاه نمیخوانند، گاه میخوانند به سر وقت و گاه تأخیر میکنند و کارهای دیگری دارند که مقدم بر این امر بزرگ الهی میدانند و به خاطر کارهای خود کار بزرگ و امر بزرگ الهی را کوچک میشمارند و به تأخیر میندازند و نمیخوانند و نسبت به نماز سست و کاهلند. رسول اکرم علیه السلام میفرمایند درباره نماز جز منافقین سهلنگار نیستند، جز کسانی که نفاق است در دلشان، جز کسانی که به مرض نفاق گرفتارند، کسی دیگری، مسلمان دیگری نسبت به نماز کاهل و سست نمی باشه. بسیار خطرناکه. کسانی به نماز سستند، کسانی نماز در ایدم و دگدم میکنند، مادران و خواهرانی که به خاطر کار و یا به خاطر هر چیز دیگر، یا به خاطر مجلس یا به خاطر محفل، به خاطر آرایش خود، به خاطر لباس خود، اینها نماز ترک میکنند و نماز قضا میکنند و نماز ناوقت میخوانند، متوجه باشند که پیامبر علیه السلام میفرمایند برای مسلمان خواندن نماز آسانه، چرا که راز و نیاز با محبوبه، با معشوقه، با معبوده. اما به کسانی که منافقند و بر مرض نفاق گرفتارند نماز خواندن به اونها سخته. و انها لکبیرتون، و این بسیار یک کار بزرگ است. نماز بسیار یک کار ثقیل و بزرگ با عظمت است و سنگینی میکنه. الا علی الخاشعین، مگر بر کسانی که خاشع باشند، فروتن باشند، متواضع در مقابل رب خود و احکام و دستورات و اوامر خالق خود متواضع باشند. الا علی الخاشعین، بر اینها آسانه، بر اینها آسانه. فقط به منافقینه که نماز سنگینی میکنه، نماز اونها فشار میده. نماز خواندن به مثل گردن زدن بر اینا، مثل که شلاق بخورن زمانی که به نماز میخوان برن به طرف نماز حرکت بکنن، یا به خانه یا به مسجد یا به دکان تا نماز میخوانند، نفس اینا بالا میآیه. اینها مردمی هستند که به مرض نفاق گرفتارند. اینها مردمی هستند که خشوع و خشیت و ترس و خوف الهی در قلبشان اندک و کمه و آنقدر نیه که امر خدا به نزد اونها آسان جلوه بکنه و بتونن اونها عمل بکنن. بسیار به سر اینا گرانی میکنه و سنگینی میکنه. الا علی الخاشعین، ترک نماز رسول اکرم علیه السلام فرمودند که یک عمل کافرانه هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکه که در مسلم روایت شده، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، بین بنده و بین کفر، بین اطاعت خدا، بین ایمان و اسلام و بین کفر مرز نمازه. نماز می باشه. کسی که نماز را ترک میکنه، نشانه مخصوص ایمان را ترک میکنه، شعار و نشانه که خاصه اهل ایمان و مسلمان بودن یک انسان را به نمایش میگذاره. مال سرزمین و کشور خود را نبینیم، به کشورهای غیر اسلامی که میریم در اونجا از هر چیز دیگری کرده به چیزی که ما پی میبریم که این منطقه مسلمان نشینه یا خیر، و یا این نفر مسلمان یا خیر. بالاترین چیزی که نشانه بارزیه نمازه که ما میفهمیم که این مردم مسلمانند یا خیر. هر زمان لشکری به جای میرفت رسول الله علیه السلام دستور میدادند که شما در اونجا که میریم مردمی که درباره اونها گفته شده که از دین گشتند و یا برخلاف اسلام شدند، میفرمودند که شما انتظار بکشین وقت نماز ببینین صبحگاهان اگر صدای اذان بلند شد
اینا افعات و اونها بر ایمان و اسلام استوارند، اما اگر اینها مرتد شده بودند و برگشته بودند باز حساب اینا رو برسیم، باز جزای اینا داده بشه. فرق بین مسلمان و کافر بارزترین و مخصوصترین نشانه و ظاهرترین نشانه نمازه که این نماز هم که انسان ترک بکنه، رسول الله علیه السلام فرمودند العهد الذی بیننا و بینهم، عهدی که بین ما و بین کسانی که مسلمان میشن اینه که ترک الصلاة. عهد، کسانی که عهد میبندن ادعای ایمان و اسلام دارند و میگن ما مسلمانیم و خود پیوند با اسلام میدهند، عهد بین ما این نمازه. اگه این نماز رو برقرار داشته باشن به عهد خود پابندن این مردم، به عهد خود صادقن این مردم، به ادعای خود راستن این مردم. اما اگر این عهد در شکستن این عهد با چیه؟ با ترک نمازه. کسی که نماز رو ترک میکنه عهد خود را با خدا و با رسول او و با اسلام عهد خود را شکسته و ارتباط خود را قطع کرده با اسلام، چنانچه که رسول الله میفرمایند فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز را ترک بکنه به تحقیق که او کافر شده. الفاظ بسیار شدید، به این چنین الفاظی که با خبر که ترک نماز مساوی با کفره و این مرز بین کفر و اسلام نمازه که انسان مسلمان هیچ زمانی نباید که آن را ترک بکنه. وصیت دوست عزیز القدر حضرت ابی دردا رضی الله تعالی عنه میفرمایند که قال اوصانی خلیلی، برای من وصیت کرد خلیل من، دوست من، جناب محمد من صلی الله علیه و سلم که روحمان و جانمان فدایشان باد. حضرت ابو دردا میفرمایند که خلیل و دوست من که پیامبر خدا باشند بر من وصیت کردند. وصیت این دوست عزیز چیست؟ اول الا تشرک بالله شیئا و ان قطعت و حرقت، هیچ چیزی به الله شریک نیاور، حتی اگر قطع میشوی و یا آتش زده میشوی و سوختانده میشوی، چیزی به الله متعال شریک نیاور، شرک نیاور و از زمره مشرکان نباش. دوم ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد بریئت منه الذمه، و هیچ زمان نماز را ترک نکن، هیچ زمان نمازهای فرض شده پنجگانه را ترک نکن متعمدن، از روی عمد و قصد نمازهای پنجگانه را ترک نکن که اگر ترک کنی آن چیزی که خداوند بر عهده خود گرفتن از احسانات، از الطافات، از عنایاتی که باید بر تو برسه، خداوند تبارک و تعالی بر خود گرفتن که باید بر این چنین عنایات بشه که ظهور این عنایات و الطافات خداوند در روز قیامت متحقق خواهد شد، بهشت و رضا و رضوان و لقا و دیدار الله متعال. خداوند این چیز چی تو خطا میخوری، از این عهد خداوند خطا میخوری. مثال رعیت یک دولت در یک مملکت و در یک کشور، اگر رعیت حق دولت را ادا نکنند، تابع دولت نباشند، تابع حکومت نباشند، اینها به عنوان چی شناخته میشن؟ به عنوان بغاوتگر، به عنوان سرکش، به عنوان انسانهای متمرد و بغاوتگر شناخته میشن. دولت هم او حقوقی که باید بر رعیت خود بده از این بغاوتگرها چیکار میکنه؟ قطع میکنه. دیگه برگردن دولت و بر ذمه دولت این مردم او حقوقی که عامه رعیت دارن این تعداد ندارن. چرا؟ چون که اینا بغاوت کردن، بر علیه دولت استادگی کردن. در اینجا رسول الله علیه السلام میفرمایند انسانی که ترک نماز رو بکنه، خداوند تبارک و تعالی او به حال خود وامیگذاره، او نگه میداره به حال خوده، و آن چیزی که بر الله متعال از احساناتی که بر بنده های خود وعده کردن، این چیزها انسان محروم میشه از اینها و نمیتونه که اینها رو به دست بیاره. نماز مثل دیگر گناهان نیست که محض یک گناهی باشه که انسان رو مرتکب بشه.
نماز مثل دیگر گناهان نیست، بلکه در این حدیث مبارکه چنین اشاره که ترک نماز به مثل بغاوتگرانی که در یک مملکت بغاوت میکنند و سرکوب میشن، تارکان نماز این چنین بغاوتگرانی محسوب میشوند. وصیت سوم: ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، و هیچگاه شراب ننوش که نوشیدن شراب کلید همه بدی ها و زشتی هاست که انسان به طرف بدی ها میکشانه. ترک نماز یعنی قطع رابطه با اسلام. فمن ترکها متعمدا فقد خرج من المله، کسی که ترک بکنه نماز عمدن و قصدن، کسی که به خواب میمانه، مریض، عذر داره یک طرف. کسی که عمدن نماز ترک میکنه، پیامبر علیه السلام میفرمایند این خارج شده از ملت ما، خارج شده از گروه ما، خارج شده از زمره ما، ارتباط خود با اسلام قطع کرده. خصوصا میفرمایند در عصر رسول اکرم علیه السلام و صحابه کرام به هیچ چیزی اقدر صحابه کرام حساس نبودند مثل که به نماز حساس بودند، که کسی که میدیدن نماز رو ترک میکنه، کسی که نماز رو میدیدن ترک میکنه، میگفتن نی با اسلام ارتباطی نداره و ای از دروغ میگه که من مسلمانم. کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکوا کفرا غیر الصلاه. هیچ نماز میبخشن، هیچ عمل از اعمال را صحابه کرام ترک اور کفر نمیدانستند که نماز ترک اور کفر به نظر نامحسوب میشد. به اینه که نظر به این احادیث مبارکه و آرای صحابه کرام که بعضی از مذاهب اربعه از جمله حضرت امام احمد ابن حنبل میفرمایند که کسی که نماز عمدن ترک میکنه کافره. طبق مذهب حنبلی تارک نماز کافره و اکثر فقهای کرام میفرمایند که کافر نمیشه انسان کسی که عمدن ترک بکنه نماز مگر گناه بسیار بزرگ انجام داده. کسی که نماز ترک کرده و کوتاهی نسبت به نماز داشته. و عید تکان دهنده دیگری که رسول الله علیه السلام میفرمایند که روز قیامت، در هیاهوی قیامت، در ظلمات و تاریکی های قیامت، کسی که نماز در دنیا ادا نمیکنه و من لم یحافظ علیها، کسی که محافظت بر نماز نمی داشته باشه، لم تکن له نورا، برای او نمی باشه نوری در قیامت، ولا برهانا، و نمی باشد برای او برهان و دلیل و حجت در قیامت، ولا نجاتا، و نیست وسیله نجاتی برایش در قیامت، و کان یوم القیامه، بسیار خطرناکه. و می باشه در روز قیامت این نفری که تارک الصلاة مع القارون، به همراه قارونی که خسف در زمین شد، و فرعون، با فرعونی که ادعای خدایی میکرد، و هامان که کافر سرسختی بود، و ابی ابن خلف که رئیس مشرکین مکه معظمه بود. انسان مسلمانی که تارک نماز در روز قیامت در داخل جهنم به همراه این سران کفر و شرک خواهد بود. عذاب او برابر نیه، عذاب اونها بیشتره، اما این وعید خطرناک که اینها به یک جاین، اینها به همراه یک دیگرن. سرنوشت اینا همه ما و شما میدانیم، خواندیم، دیدیم که چی سرنوشتی گرفتار شدن. انسان عاقل و مسلمانی که عقل داشته باشه و فکر آبادی دنیا و آخرت و قبر خود باشه، هیچ زمان ترک نمیکنه نماز تا اینکه در دنیا و آخرت معیت صالحین و دوستان خدا و رفاقت و مرافقت اونها داشته باشه. نه اینکه این انسانی که تارک نمازه، این انسان در روز قیامت با چنین اشخاصی که سران کفر و شرکن با اینها خواهد بود. اینها گوشه های از وعیدهایی که بر تارک الصلاة آمده بود. مطلب بعدی درباره فضایل و برکات نماز. گفتیم موضوع امروز در ارتباط به نماز هست. درود شریف ختم بفرمایید. یکی از بزرگترین فواید و برکات نماز حفظ شدن از گناه است. گناه و معصیت که انسان را از خدا دور میکنه، روح انسان را میمیرانه، قلب انسان را پژمرده میکنه.
حفظ شدن از گناه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به درستی که نماز انسان را باز می‌داره از فحشا و از منکر. از فحشا و منکر انسان را باز می‌داره. چگونه؟ ما با کسی رفت و آمد داریم، به عنوان مثال با کسی رفت و آمد داریم، ارتباط دوستی و خویشاوندی و یا رفاقت داریم. به خاطر همین رفاقتی که داریم، رفت و آمدی که داریم، سعی میکنیم که حق و حقوق از او پایمال نکنیم. سعی میکنیم که حقوقی که او داره به جا بکنیم. نسبت به او ظلم و تعدا و تجاوزی نکنیم. مراعات حال او رو بکنیم. احترام و ادب او داشته باشیم. چرا؟ چون که نمکخور از اونیم، چون که روبینیم و متوجهیم که زمانی که چشم در مقابل چشم قرار میگیره و با همدیگر ما سلام علیکم رفت آمده داریم، باید که ما قدر این ارتباط و پاس و احترام این روابط و دوستی خود ما داشته باشیم. انسانی که با نماز سر و کار داره، انسانی که با نماز سر و کار داره و در خانه خدا رفت و آمد داره، همیشه مد نظر او هست اگر باری گناه بکنه، باز وقت نماز که فرا برسه متوجه میشه، توبه میکنه. یا گناه نمیکنه و یا گناه بکنه فوراً توبه میکنه. چرا؟ چون که این نفر محکم به نماز، پایبند به نماز، با آن ذاتی که قراره که 1 ساعت بعد در خانه او دعوتون برم و نماز بخوانم، با او ذاتی که قراره از طریق نماز با او ارتباط برقرار بکنم، او ذات مقدس و والاشن و والا مقام و بلند مرتبه مر دستور داده که گناه نکنم، این معصیت را نکنم. یا انسان نمیکنه او گناه، چون که حقوق الله متعال که بر ما هست که باید نافرمانی او را نکنیم. انسان متوجه هست که باید من حقوق الله متعال را متوجه باشم، حق صاحب این بیت را و این بیت مقدس را متوجه باشم. احترام و پاس و این ارتباطی که با نماز من برقرار میکنم، این رابطه دوستی که با رب خود دارم، احترام از این نگاه بدارم و من ناحقی و تعدی و تجاوز از دستورات و اوامر و خط قرمزهای رب و معبود و ذاتی که با او من راز و نیاز دارم روزانه 5 وقت، نباید من عدول بکنم از این خط قرمزها، نباید از راه درست من منحرف باشم. انسان را چیکار میکنه؟ نماز. انسان نمازخوان، نماز سبب میشه که از فحشا و منکرات باز بیایه. بزرگان میفرمایند علامت قبولی نماز انسان اینه که انسان از فحشا و منکرات باز بیایه. علامت قبولی نماز قبول شده که انسان از فحشا و منکرات دور کرده باشه، فحشا و منکرات انسان کم شده باشه و انسان تائب شده باشه. هویدا شدن آثار نماز در چهره، چنانچه که الله میفرمایند سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، روحای اینها، صورتهای اینها، چهره اینها درخششی داره از نماز، از اثر سجده‌ای که میکنن، از اثر تواضعی که در مقابل الله میکنن، از اثر نمازی که میخوانند. اثر این نماز در صورتهایشان است. کدام نمازه؟ این نمازی که انسان را فحشا و منکر باز بداره، نمازی باشه با تمام آداب و ارکان و شرایط او. دیگر از برکات و فواید نماز و ثمرات نماز، سبب پاکی انسان از گناه و صفا شدن باطن. حدیث مبارکه که در اول صحبت بیان شد و گفته شد که رسول خدا فرمودند اگر در دروازه خانه شما نهر باشه که شما 5 مرتبه در او غسل بکنیم، آیا چرک و کثافات در بدن شما میمانه؟ صحابه گفتند خیر. فرمودند که نمازهای 5گانه این چنینه که به برکت این نمازها یمحو الله بهن الخطایا، خداوند چرک و کثافاتی که در باطنه، چنانچه که یک پارچه کثیفی در داخل آب بندازیم، در میان موجهای آب چرک و کثافات از او از بین میره و زائل میشه. انسانی که نماز میخوانه و با خواندن نماز ارتباط با الله متعال برقرار میکنه، این انسان زمانی که قطور میشه در دریای از تجلیات الهی با خواندن نماز، زمانی که انسان به نماز استاده، نمازی که با فکر باشه، نمازی که با حضور باشه، نمازی که از روی معرفت باشه، نمازی که با حضور دل باشه، این نماز گویا که انسان در
دریای و در بحر بیکرانی از تجلیات الهی قطور و قواسی و آبازی میکنه. تمام چرک و کثافاتی که در باطن انسان، قلب انسان، همه اینها زدوده میشه و از بین میره. اینها از برکات نمازه و به سبب این نماز است که رسول الله علیه السلام میفرمایند گناهان انسان پاک میشه و قلب انسان مصفا میشه. 5 صلوات افترضهن الله تعالی، 5 نماز است که خداوند فرض کرده در شبانه روز بر انسانها. من احسن وضوءهن، کسی که نیک وضو بگیره. وضو گرفتن بسیار متوجه باشیم. بعضی برادران میبینی وضو میگیرن، نرمه گوش اینها فرضه که باید در شستن داخل به ششته بشه. این نرمی گوش، از این نرمی گوش تا این نرمی گوش، از بیرون شدن موی تا به زیر زنخ فرضه، ولی بعضی یعنی رقم میشورن و به زیر نرمی گوش آبر نمیرسانند. اینها در وضو گرفتن کسی که توجه کامل داره و خوب وضو میگیره و صلاهن لوقتهن، و نماز را به سر وقت او میخوانه و اتم رکوعهن، و تمام میکنه رکوع از او و خشوعهن، و به تمام و به کمال رکوع از او، سجده از او، حضور از او، قیام از او، قرائت از او، قعده از او کامله، با حفظ آداب و ارکان و شرایط از او هست. نه اینکه به فرموده رسول الله علیه السلام بعضی که نول میزنن زمین فورا نماز تستز میخوانند که از گردن اینا بگرده. یکی اینه که کسی میایه به راز و نیاز و عبادت، یکی اینه که نفر میگه از گردن ما بگرده، از گردن ما بگرده. نماز امر بزرگی است که انسان رو با الله وصل میکنه، به عنوان از گردن گشتن نه، بلکه به عنوان ای که ما بیاییم خود رو پربار بکنیم، پرمعنا بکنیم، پرمعنویت بکنیم، در دریای تجلیات الهی ما قطور باشیم. این چنین دید انسان به نماز داشته باشه، نماز رو به تمام و کمال بخوانه. کان له علی الله عهد ان یغفر له، خداوند وعده کردن بر چنین شخصی که حق نماز رو ادا میکنه به تمام و به کمال که او رو ببخشند و بیامرزند. و من لم یفعل، و کسی که این چنین نکنه، به تمام و کمال وضو نگیره، نماز رو به سر وقت نخوانه، نماز رو که میخوانه درست نخوانه، فلیس له علی الله عهد، در اینجا خداوند هیچ وعده بر او نکرده. ان شاء غفر له و ان شاء عذبه، بخوای او میبخشه، بخوای او عذاب میکنه. یعنی در خطر بزرگی، این در مابین خطر گرفته و خطر قهر و غضب و خشم الهی نسبت به این انسانیه که نماز درست نمیخوانه، ولی کسی که میخوانه این چنین عنایاتی از جانب الله متعال است. رسول الله علیه السلام حضرت ابوذر میفرمایند روز زمستانی بود که پیامبر علیه السلام بیرون شدن دیدن که برگان درختان خود به خود یک وزش کوچک بادی هم که هست میریزه. پیامبر علیه السلام 2 شاخه از درخت در گرفتن، تکان دادن، با یک تکان کوچکی و آیسته همه برگه ها ریخت. رسول الله علیه السلام فرمودن یا ابوذر، ای ابوذر. ابوذر فرمودن قلت لبیک یا رسول الله، من گفتم که به خدمتم یا رسول خدا. چه امر دارید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر فرمودند ان العبد لیصلی الصلاه، انسانی که نماز میخوانه، نمازگزاری که نماز میخوانه، یرید بها وجه الله، و فقط اراده داره رضایت خدا، به خاطر رضای خدا، به خاطر قرب الهی اون نماز رو میخوانه، این چنین گناهان او میرزه مثل که برگان درخت با یک وزش کوچک باد و کم باد و با یک تکان آیسته چنین برگه ها میرزه. گناهان انسان، خطاهای انسان، معاصی انسان، این چنین به برکت نمازی که انسان در 5 وقت میخوانه، این چنین گناهان انسان میرزه. یعنی چنان که شعاع آفتاب و بادهای موسمی برگهای درخت رو خشک میکنه، زرد میکنه و باز میریزانه، میفرمایند همچنین شعاع انوار الهی زمانی که انسان به نماز استاده تحت شعاع انوار و تجلیات خدا هست. انسانی که به نماز استاده، بنده‌ای که به نماز استاده تحت شعاع مستقیم انوار و تجلیات پروردگار یکتا است. شعاع خدا، شعاع انوار و تجلیات الهی. میفرمایند گناهان انسان را این چنین از بین میبره و میسوزانه، و همچنین یک وزش کوچکی که از رحمت خدا بر انسان بوزه به برکت این نماز،
تمام گناهان انسان مثل که او برگه ها میریخت، این چنین گناهان انسان میرزه و زائل میشه و از بین میرود. کسی که خوب وضو کند و نماز بخواند وجبت له الجنه، واجب میشود بر او بهشت واجب میشود. میفرمایند رسول الله علیه السلام که روز شخصی آمد به نزد رسول خدا و گفت که یا رسول خدا خطایی کردم. چیست آن خطا؟ زنی بوسیده بود و آمده بود ماجرا را بر رسول خدا علیه السلام گفت، از ترس این که این گناه مرا له نکند. چه انسانهای خدا ترسی، چه انسانهای خداخانه، چه انسانهای تائب تربیت یافتگان اسلام و مکتب محمدی که کوچکترین عملی که خلاف اخلاق و عفت و حیا باشه اونها رو زمین و زمان جا نمیده، میان طالب هدایت میشن. چه کار کنین یا رسول الله علیه السلام؟ آیه مبارکه نازل شد و اقیم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل. در دو طرف روز و شب نماز بخوانین، صبحگاهان و شبگاهان. نمازی که در 5 وقت است که انسان بخوانه. ان الحسنات یذهبن السیئات، این نمازها محو میکنه و نابود میکنه سیئات و گناهان انسان محو و نابود میکنه. گناهان صغیره انسان را از بین میبره و به برکت نماز توفیق توبه‌ای که به خاطر از بین رفتن گناهان کبیره هست شامل حال انسان میشه و انسان توبه میکنه و گناهان کبیره هم از بین میرود. اینها برکات نماز است که رسول الله علیه السلام سوال کرده شدند، پرسیده شد از رسول خدا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین اعمال یا رسول خدا کدام اعمال است؟ محبوب ترین اعمال به نزد خداوند کدام اعمال است؟ رسول الله علیه السلام فرمودند الصلاة لوقتها، نماز که بر وقت او خوانده بشه، محبوب ترین اعمال به نزد الله متعال. دوم پرسیده شد که دیگر بعد از این کدام اعمال است؟ فرمودند بر الوالدین، نیکی به والدین است. سوم از ایشان پرسیده شد بعد از نیکی به والدین، فرمودند که الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا هست. از نیکی به والدین و جهاد در راه خدا مقدم شده چی؟ نماز. چرا نماز؟ چرا از نماز صحبت میکنیم؟ بعضی از انسانهایی که عشق و معرفت کمتری دارند میگن فقط از نماز گپ میزنند، فقط از زکات گپ میزنند، فقط از این چیزها گپ میزنند. اینها معرفت و آشنایی و عشقشان کم، دیدشان مشکل داره، نظرشان مشکل داره. چرا از نماز حرف میزنیم؟ چرا از نماز صحبت میکنیم؟ چرا؟ چون که اولین تقاضای فطرت بعد از ایمان به مومن بهی که انسان ایمان میاره به الله، به کتابهای الله، به انبیای خدا، به قدر و خیر و شر من الله تعالی و البعث بعد الموت، بهشت، دوزخ، به چیزهای مومن بهی که انسان ایمان میاره بعد از ایمان اولین تقاضای فطرت چیست؟ بندگی. فطرت انسانی تقاضا میکنه که تو به حضور یک معبودی که او رو بشناسی اظهار عبودیت بکنی، بندگی بکنی، انکسار بکنی، شکستگی بکنی، محبت خور نشان بدی، شیفتگی خور نشان بدی، اشتیاق نشان بدی، انکسار بکنی، تواضع بکنی در مقابل معبود و رب که به او ایمان داری. میفرمایند بهترین وسیله‌ای که انسان محبت و شیفتگی انسان به معبود و نشان میده چیه؟ نمازه که روح و قلب انسان نورانی میشه با نماز است که چرا نماز؟ چون که نزدیکترین حالت انسان به خدا چی زمان گفته شده؟ نزدیکترین حالت بنده به رب و معبود او حالت سجده. زمانی که انسان شریفترین و بلندترین و عزیزترین عضو وجود خود را پایین میکنه و بر زمین میسایه، این میفرمایند حالت سجده نزدیکترین حالت انسان به رب او هست. و این در کجا میسره؟ در نمازه. چرا از نماز؟ چون که بهترین وسیله برای این مقصده. نمازی که در تمام شریعت های انبیای الهی بعد از ایمان بر او تأکید شده و در شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم به خاطر اهمیت نمازه که چنان با تفصیل نماز بیان شده
از واجبات و ارکان و فرایض و مفسدات و مکروهات و مستحبات و آداب و ارکان و ابعاد مختلف او که دیگر هیچ عبادتی با چنین تفصیلی بیان نشد در شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم. بنی الاسلام علی خمس، بنا شده است اسلام بر 5 چیز: شهادت ان لا اله الا الله، شهادت میدیم که الله یگانه و یکتا معبود ما الله متعال، محمد رسول الله و محمد فرستاده خدا هستند، به اقام الصلاة و اقامه نماز بعد از شهادت به ایمان. بعد از ایمان مهمترین چیز نماز است. چرا؟ چون که نماز است که روز قیامت و در دنیا و در آخرت سبب نجات انسانه، سبب فلاح انسانه، سبب اینه که ارتباط انسان با معبود و با دینی که معبود ما تعیین کرده و فرستاده ارتباط ما برقرار بشه. نماز روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. میفرمایند اگر انسان در روز قیامت از نماز کامیاب بود، نمازهایی بخوانیم که کامیاب باشیم، نه نمازهایی که رسول خدا میفرمایند انسانهایی که نماز میخوانند وضوی کامل نگرفتند، رکوعی پره نمیکنند، سجده کامل نمیکنند، قرائت درست نمیکنند، این نماز مانند پارچه کهنه میره با آسمانها، جانه داره، رانه داره، دروازه ها بر روی باز نمیشه که این عمل قبول بشه، برمیگرده مثل پارچه کهنه پیچیده میشه و بر صورت انسان نمازگزار میخوره. این چنین نمازی نه، نمازی که سبب نجات انسان بشود. در روز قیامت اگر از نماز انسان کامیاب بیرون شد، از تمام موقفهای دیگر قیامت انسان کامیاب بیرون خواهد شد. اما اگر از نماز ناکام شد، در تمام موقفهای قیامت و اعمال دیگر انسان ناکام به در خواهد آمد. چرا از نماز میگیم؟ چون که آخرین وصیت رسول الله علیه السلام زمانی که از دنیا تشریف می بردن این بود که امت من نماز، امت من نماز، امت من نماز. نماز بخوانین که دنیا و آخرت شما نورانی و روشن میکنه و مشکلات و بلاها از سر شما دور میکنه. نماز نظر خاص رحمت الهی بر نمازگزارانه، برکت و دعای مغفرت ملائکه آسمانها و حشرات و ماهی‌های دریا بر نمازگزارها گفته شده. نماز بخوانیم که تحفه خاص معراجه. چرا از نماز میگیم؟ چرا؟ چون که پادشاه حقیقی ما، رب و معبود ما، زمانی که رهبر بشریت با آسمانها رفتن مهمانی ویژه و ضیافت خاصه خداوند از حبیبشان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، تحفه‌ای که به دست حبیب ما، تحفه‌ای که به دست طبیب ما، تحفه‌ای که به همراه رسول مهربان ما فرستادن بر ما چی بود؟ نماز بود. تحفه معراج. پادشاه حقیقی چیز ارزشمند در تحفه میده، چیزی که به درد انسان بخوره، چیزی که کارآمد باشه برای انسان. نقش معکوس نگین از سجده میگردد درست، سرنوشت واژگون را سرچپه را راست میسازد نماز. چرا گفته شده که اولاد خود را از 7 سالگی به نماز امر بکنین و از 10 سالگی اگر نماز نمیخونن اونا رو بزنین، تنبیه بکنیم تا نمازخوان بشن. چرا؟ اولادی که نمازخوان بودن دیگه شما از اونا دلجم باشین. چرا دلجم باشیم؟ ما زمانی به سفر ماییم بریم، برای پدر خویا برای برادرها میگیم که من دلجم این بچه‌ها و فامیل و اهل و عیال من متوجه اینها باشی تا من از سفر میام. نماز که نفر برابر شد و راسته شد، اولاد ما راسته به نماز شد، محکم به نماز شد، این ما به خدا سپردیم. این هر دم با معبود روز شبانه روز 5 وقت با خانه خدا و با صاحب این خانه در ارتباط. ما دیگه دلجمیم. انسانی که نمازخوان بود خدا ترسه، انسانی که نمازخوان بود ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز رو از فحشا و منکر باز می‌داره. مهم نماز که باید نسبت به نماز متوجه باشیم. بناهن باز هم میگیم که رسول الله فرمودند هیچ مسلمانی نسبت به نماز سهلنگاری نمیکنه و کسی سهلنگاری نسبت به نماز میکنه که منافقه، مرض نفاق داره، با خبر که هشدار شدید و سخت می باشه. خداوند تبارک و تعالی به برکت سفر معراج رسول اکرم علیه السلام که این تحفه ارزشمند را برای ما خداوند با حبیب خود فرستادن بر ما امت محمدی علیه السلام،
همه ما را از جمله نمازخوانان واقعی بگردانند. الها پروردگارا، به برکت اسما و صفات خود، به عزت و جلال خود، الها کریما بنده نوازا، توفیق طاعت و بندگی و عبادت خصوصا نماز خواندن را نصیب همه ما بگردان. اولاد ما را نمازخوان بگردان، اهل بیت ما را نمازخوان بگردان، ازواج ما را نمازخوان بگردان، فرزندان ما را نمازخوان بگردان، دوستان و رفقای ما را اهل نماز بگردان، همه ما را از جمله راکعین و ساجدین بگردان. همه ما از جمله کسانی باشیم رکوع کننده، سجده کننده، قیام کننده، از جمله کسانی باشیم که سر بر آستان تو میسایند و سر بندگی را به حضور تو فرود می آورند، اون هم از ته دل و خالصانه و واقعی و عبادت عارفانه و عاشقانه میکنند. ما را از جمله چنین اشخاصی بگردان، ما را از جمله عابدین مخلص بگردان، ما را از جمله عابدین عارف بگردان. عبادت ما عارفانه باشه، نماز ما مخلصانه باشه، طاعات ما را خدای قبول بفرما. پروردگارا همه توانها، قوتها، توفیقها از جانب توست. پروردگارا توفیق طاعت و بندگی و نماز خواندن را نصیب ما بگردان. ما را قوت استادن در حضور خود عنایت بفرما. ما را شرف استادن در حضور خود و راز و نیاز و نماز را نصیب همه ما و اهل بیت ما بگردان. بمنک به جودک و کرمک. پروردگارا کسانی که در این هوای سرد زمستانی به فکر فقراین، به فکر مستضعفینن، به فکر یتیمان و بیوه زنانن، خیرات و صدقات و عنایات دارند، پروردگار از عنایات و احسانات خود در دنیا و آخرت بهره‌مندشان بگردان. الها پروردگارا کسانی که در آبادی کارهای عامل منفیه و بناهای عامل منفیه سهمی دارند، پروردگارا دنیا و آخرتشان را تو آباد بگردان. یکی از برادرانی که از طرف شرکت الیکوزی آمدن در هفته گذشته قرآن کریم در دارالفاز توزیع کردند. این مرحله سومه که میان توزیع میکنند. پروردگارا به چنین اهل خیری خدایا ایمانداری کامل، صداقت در تجارت را نصیبشان بگردان. دین و دنیایشان را آباد بگردان. مملکت ما را از فقر و از بیچارگی نجات بده. الها پروردگارا این عبادات و طاعات و نمازهای ناقص و ناچیز ما را به فضل و کرم خاصه خود تو قبول منظور عنایت بفرما و به برکت این نماز برکات نماز را نصیب ما بگردان و ما را از فحشا و منکرات الها پروردگارا در حفظ و امان خود داشته باش. و صلی علی سید الانبیاء و المرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.